یک قطار وسیع مسئله ها را بررسی نمودیم، از مسئله های سودا و اینچنین تامین رابطه های بین تاجیکستان و پاکستان توسط راه های کوتاه‌ترین و تامین دسترسی تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان موضوع بررسی ما قرار داشت. اینچنین ما به موافقه آمدیم که در ساحه های نساجی، داروسازی، سیاحی همکاری ها تقویت بخشیده شود. لیکن از همه مسئله نهایت مهمه که امروز برای دو کشور مسئله نگرانی کننده می باشد، این قضیه افغانستان می باشد. جناب پرزیدنت، چیزی که شما درست قید نمودید، این نه تنها برای تاجیکستان و پاکستان بلکه اینچنین مسئله صلح و ثبات در افغانستان خصوصا برای مردمی مدت دراز از یک کشیده ایستاده افغان که در 40 سال اخیر آنها جنگ را از سر گذرانده ایستادند نهایت مهم باشد. برای همین هم ما محاکمه نمودیم که چگونه وضعیت امروزه را ما میتوانیم معتدل سازیم، چگونه ما میتوانیم کوشش های ضروری را به خرج دهیم تا آنکه وضعیت و اعتدال آورده شود. یکی از مسئله هایی را که ما را، شما را، پاکستان را، تاجیکستان را نگرانی کرده ایستاده است، این مسئله نزاع در پنجشیر بین تاجیکان و طالبان می باشد و ما امروز به موافقه آمدیم که محترم جناب عالی، شما از جانب تاجیکان کوشش های خود را به خرج می دهید و ما با پشتونی ها یا که طالبان کوشش های ضروری را به خرج می دهیم تا آنکه آنها به موافقه آیند و مسئله را توسط مکالمه حل و فصل نمایند و ما از آنها دعوت به عمل می روانیم که به خاطر افغانستان آنها حکومتی همه شمول تأسیس دهند، کشوری که در آن اقلیت های گوناگون زندگی می کنند، از جمله نمایندگان گروه های اتنیکی پشتونی که 75% و تاجیکان که گروه دوم بزرگترین گروه اتنیکی در افغانستان می باشند و اینچنین هزارها و دیگر نمایندگان قوم و ملت ها و برای همین هم ما تمام کوشش های خود را به خرج می دهیم. ما البته به یگان کشور سپارش داده نمی توانیم، لیکن کوشش ضروری خود را به خرج می دهیم تا آنکه در افغانستان مسئله مذکور، خصوصا مسئله که امروز همه ما رو به وجد آورده است، خصوصا مسئله وادی پنجشیر توسط مکالمه حل و فصل شود و دالان‌های کمک بشردوستانه باز کرده شود و در همین اثنا جناب پرزیدنت، چیزی که امروز ما با شما بررسی نمودیم، این یک وقتی، یک نقطه تقدیر ساز می باشد که مثلا میتواند با دو راه شود، یعنی که در دوام 40 سال که مردم افغان از یک کشیده ایستادند، آنها میتوانند آرمان‌های خود را عملی سازند، یا که از جانب دیگر اگر یگان چاره ضروری دیده نشود نزاع بیشتر می شود و بحران هومانیتری یا که بشردوستانه بیشتر می شود و جنگ و جدال بیشتر می شود. برای همین هم ما نمی خواهیم که یگان کس زمین افغانستان را برای صادر نمودن عملهای تروریستی نسبت دیگر کشورها استفاده برد، خصوصا نسبت پاکستان. برای همین هم امروز همه طرفدار صلح و ثبات در افغانستان صلح تنها میتواند در آن حالت تامین شود که اگر حکومت فراگیر یا که همه شمول تامین کرده شود که در آن تمام گروه های اتنیکی جای مقام خاصه خود را اشغال نمایند. برای همین بار دیگر من شما را جناب پرزیدنت برای مهمانداری سطحی بلند و گرم و جوشان از نام هیئت خود منتداری اظهار نمایم. هر یک اعضای عضو هیئت ما از شما، از مهمانداری شما در سطح بلند در حیرت هستند و ما امروز میبینیم که
شما چگونه برای رشد کشور خود جان نثار کرده ایستاده اید. من میخواستم بار دیگر شما رو با این دستاوردها مبارکباد گویم. تشکر. Thank you very much.